که دوست داشته اون رو خیلی خوبه، بیسکریت خیلی خوشحالی. من نیما رضا هستم. نیما چی می‌کنی اینجا؟ سلام همین اسکریک های دوست داشتنی، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خیلی خوب باشه. سال نوتون مبارک. به به، سال 1401 رو به همتون تبریک میگم. امیدوارم سالی باشه که واسه هممون اتفاقای خاصی توش بیفته. میخوام توی این ویدیو بریم توی فتوشاپ یه تکنیک فوق‌العاده بهتون یاد بدم. این عکس رو میخوام تبدیل کنیم به این عکس، به همین سادگی. بهش میگن تکنیک گلد، تکنیک طلایی، که میخوام اینو بریم توی فتوشاپ بهتون یادش بدم. پس حتما سابسکرایب بکنید. اگه من آموزش‌های تولید محتوا توی موبایل، ادیت فیلم، ادیت عکس، هر چی لازم برای واسه تولید محتوا رو توی این کانال بهتون یاد میدم. بزن بریم. سلام جون دل برقراری عزیز. خواستم که ذره شروع متفاوتی داشته باشیم. بریم برسیم به همچین عکسی که تکنیک فوق‌العاده جذابیه. خب بگذارید که من عکس اصلی دارم اینجا نشون بدم. این عکس اصلی. خب این عکس اصلی. اولین کاری که بکنیم بیایم از لای بک‌گراند کپی بگیریم با کنترل J یا کنترل T دو نقطه یه کپی بگیریم. منم کپی ازش گرفتم. حالا یکی از ابزار سلکت انتخاب بکنید، فرقی نمیکنه. یک انتخاب بکنید و سلکت سابجکت رو بزنید از این بالا که براتون این سوژه رو سلکتش بکنه. میزنید. حالا وارد سلکت ماسک بشید. از این بخش بیاد روی اوتپوت ستینگ رو باز بکنیدش. اینجا اوتپوت 2 رو بزنید روی این گزینه نیو لایر ریچ لایر ماسک. اوکی رو بزنید. این پیامک هم ول نمی‌کنن. خب حالا اگه ما اینو خاموش بکنیمش می‌بینی این بدون بک‌گراند اینجا هستش. حالا چیکار بکنیم؟ بعدش بیایم یک لایه کروز بارز بکنیم. درسته، یک لایه کروز بارز بکنیم. روی ادجاستمنت کلیک می‌کنیم و گزینه کروز رو میزنیم. این هاشش این گزینه رو میزنیم و حالا بیاید یه همچین حالتی واسه کروزتون درست بکنید. یکی بالا یکی پایین، همینجوری. یکی بالا یکی پایین، همینجوری کار رو انجام میدیدش. حالا تغییرش هم میتونیم بدیم بعدا. حالا دوباره کلیک میکنید روی ادجاستمنت ها، یا کاور لوکاپ رو میزنید و باز اینو میزنیدش. از بخش این پریست هاش بیاد و این پریست رو انتخابش بکنید. به همین راحتی یه همچین حالت طلایی رو خودش گرفت. حالا بتونیم اینجوری ذره اینا رو تغییر بدیم که حالا کارمون جذاب‌تر بشه. یه پایین‌تر، یه بالاتر ذره باش ور برید و تا جایی که دوست دارید و به نتیجه رسیدید اونجا رها بکنیدش. خب حالا یک تمی میخوام این بک‌گراند سیاسی بدیم که ذره خوشگل بشه. من همچین تمی رو به عکسم دادم. اینجا که بیایم، خب اینجا یه همچین تمی رو دادم به عکسم. واسه این کار این لایه بک‌گراند انتخابش بکنید. روش روی ادجاستمنت ها بزنید، سالید کالر رو بزنید و بیا از همین رنگایی بگیرید. یه حالا مثلا یه همچین رنگایی اوکی رو بزنید. حالا مودشو مثلا روی مالتی بذاریدش، مالتی پلی روی مود دیگه ای قرارش بدید، یا مثلا کالر، هر مودی که میپسندید. به همین راحتی همچین تکنیک رو درستیم توی فتوشاپ پیاده بکنیم. دیگه حرفی نمیمونه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.